تاجیکستان را بحران نارسایی اینسولین تهدید می‌کند. شاهد 83 ساله تقلب‌های تفتیشات علیه بزرگمهر یاروف را آشکار کرد. دعوای رئیس ولایت سوخت در مورد کاهش تعداد مهاجران. در شهر مسکو چهارمین انجمن جنبش عمومی روسیوی مهاجران مهنتی تاجیکستان برگزار می‌شود. نیروگاه برقی آبی نارک تعمیر می‌شود. گلوله اندازی و ضرب و خورد شدید در سرحد تاجیکستان و افغانستان. تاجیکستان را بحران نرسیدن داروواری اینسولین برای بیماران دیابت قندی کلانسالان در پیش است. نصرتالله سلیمزاده وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی این مشکلات را دیروز ضمن نشست مطبوعاتی تصدیق کرد و گفت متاسفانه ذخیره باقی مانده همگی تا ماه اوگوست سال جاری میرسد. اینسولین برای کودکان بیمار کفایه است، اما برای کلانسالان در مشکلات قرار داریم. ما به حکومت و سازمان‌های تندرستی در این باره اطلاع دادیم. نشد از مقامات اجرایی حکومتی دولتی هم کمک درخواست می‌کنیم، چون تعداد این بیماران و طلبات زیاد است. طبق اطلاع مسئولان بهداشتی تاجیکستان، تعداد بیماران دیابت قند در کشور در حال افزایش است و تا اول سال جاری در قلمرو کشور بیش از 26,000 نفر بیماران دیابت قند ثبت شده اند. آمار ارائه نموده فدراسیون بین المللی بیماری‌های قند نشان می‌دهد که هر 6 ثانیه یک تن در اثر بیماری قند هلاک می‌شود و حدود 382 میلیون نفر در جهان به این بیماری گرفتار می‌باشند. تاجیکستان در مورد کاهش دادن و پیشگیری کردن سطح بیماری سندهای دولتی قبول کرده است، اما از نگرانی خود وزیر معلوم است این برنامه‌ها محال است به اجرا رسند. دیروز چهارشنبه 13 ایول بزرگمهر یاروف به ادامه سؤال‌های حمایتگر پاسخ گفت و یک شاهد پرسیده شد. در رفت مرافعه دیروزه جبردیده 83 ساله سلیمانو و فاطمه خان که از شهر اصفهان آورده شده بود پرسیده شد. فاطمه خان گفت سودشونده را میشناسد. بزرگمهر وکیل او بوده در چند مرافعه از قبیل بحث 4 ساتق زمین نزد حولیگی، بحث ابراروف، مسئله وابسته به مغازه‌ها، فاش کردن ساختکاری حجت‌ها به او کمک حقوقی رسانیده است. اینچنین یاروف چند مرتبه به او عریضه و درخواست‌ها به دادگاه شهر اصفهان، میلیسیا، دادگاه عالی و دادگاه ولایت سوخت نوشته است. به گفته سلیمانووا ماه اکتبر سال گذشته 3 نفر از دوشنبه به خانه او رفته خود را کارمندان اوباب معرفی کردند و او را به اداره میلیسیای ناحیه بردند. فاطمه خان سلیمانووا میگوید آنجا به من گفتند که نسبت یاروف عریضه نویس، ما مبلغی داده ات را برمیگردانیم. من عریضه نوشتم که یاروف مرا فریب نداده است و من یگان دعوای پولی ندارم، اما پولهایم را بر نگرداندند. در مرافعه عریضه و بیانات سلیمانووا خوانده شد. در جواب این زن 83 ساله گفت این دروغ است، من این طور ننوشته ام. پروتکل ها الکی ترتیب داده شده بودند و من آنها را امضا کردم. چیزی خواهند نوشته اند. این دروغ و ساخته است. سلیمانووا از سود خواهش کرد سودشونده ها را آزاد کنند چون دعوای قلابی از طرف یاروف نسبت او واقعیت ندارد. رئیس ولایت سوخت عبدالرحمن قادری ضمن نشست خبری وابسته به تشکیل جایهای نوی کاری ذکر نمود که محض در نتیجه اندیشیدن چاره‌های ضروری در این سمت طبق آمار رسمی دوام 3 سال اخیر تعداد عمومی مهاجران ولایت نسبت به سال 2013 به 50,000 نفر کاهش یافته، اکثر آنها عین زمان به کارهای کشاورزی، ساختمان شهرک‌های نوبنیاد و آموزش کسب‌های اجدادی به مرکزهای کسب آموزی جلب گردیده اند و از مهاجرت کاری بنیاز شده اند. در ولایت دوام 2.5 سال اخیر گذرانیدن اصلاحات کشاورزی نقش مؤثر گذاشت. در زمینه گذرانیدن اصلاحات ساحه کشاورزی طول سالهای 2014-2015 در مقیاس ولایت زیاده از 3700 خواجگی دهقانی تشکیل و 52 کوپراتیو کشاورزی تجدید کرده شدند. به حالت 20 ایون سال روان طبق معلومات فوری در حدود ولایت 63157 خواجگی انفرادی و عائلوی تأسیس داده شدند که به این وسیله دهقانان صاحب قطعه زمین گردیده با فراهم گردیدن امکانیت دایر به پرورش نمودن زراعت دلخواه و استحصال میوه سبزوات هزارها نفر ساکنان به جای کاری تامین گردیدند که آن به کاهش تعداد مهاجران خصوصا مهاجر زنان تا اندازه نقش گذاشت. اما رهبر تشکیلات جمعیتی اتماس کریمجان یاروف به این نظر است که سبب اساسی کاهش تعداد مهاجران این سیل اخراج آنها از روسیه است
که از سال 2012 به بعد سال از سال تعداد ممنوع الورود شدگان به خاک روسیه می افزاید. با فکر من درباره آن که در تاجیکستان جای کار برای مهاجران زیاد کرده شده است و مهاجران به روسیه کم می روند و گویا که سبب اساسیش این باشد که مهاجران رو در اینجا با جای کار در تاجیکستان تامین کردن و آنها علاقه به روسیه نیاز ندارند. با فهمیش من این یک نادرست است و سبب های اساسی این رو من در آن میبینم که سبب اول این پرزور نموندن قانون های خود روسیه نسبت مهاجران است. دوم اینکه در چخیلی که ما میدونیم روسیه خود هم به یک بحران اقتصادی هم داخل شده است یا علاقه نمیتواند که همه مهاجران رو با کار تامین کند، خصوصا حتی شهروندان خود روسیه رو، و از این رو مجبور است که با هر راه راه مهاجران رو پیش گیرد و حداقل که آنها در روسیه کمتر شوند تا مردم محلی به خود کار هم پیدا کرده توانند. گفتنی هستم که در سال 2012 مقدار اخراج شدگان یا حقوقی آنهایی که حق نداشتند به روسیه داخل شوند 45227 نفر را تشکیل میکرد و متاسفانه سال به سال این قسم زیاد شد. البته در سال 2013 این مقدار به 137097 نفر رسیده بود. در سال 2014 باشد 198371 نفر را علاقه تشکیل میکرد مقدار آنهایی که بر روسیه حقوقی در آمدن نداشتند و در سال 2015 علاقه 177821 نفر حقوقی بر روسیه داخل شدن را نداشتند. در 3 ماه اخیر در حدود یک شهر مسکو علاقه 17888 نفر حقوقی ورود نداشتند. در سال 2015 خصوصا شهروندان تاجیکستان 330,000 نفر از خود تاجیکستان در سال 2015 علاقه حقوقی وارد شدن به خاک روسیه را نداشتند و باز به نظر گرفتن در کار که در خود روسیه هم اینها را قسم زیاد اخراج میکنند. خیلی که سابق رهبر خدمات مهاجرت روسیه رمضانوفسکی در دوما برآمد کرده گفت خدمات مهاجرت در یک روز حدود 3000 نفر را اخراج میکند یا که راه آنها را به ورودشوی به خاک روسیه میبندند. 16 ایول سال 2016 ساعت 15:00 در شهر مسکو چهارمین انجمن جنبش عمومی روسیوی مهاجران مهنتی تاجیکستان برگزار می شود. موافق اوستا و قرارهای شورای مصلحتی جنبش مهاجران مهنتی این معرکه مهم در شهر مسکو خانه روزنامه‌نگاران دام ژورنالیست متروی اربد کوچه نیکیتسکی بولوار خانه 8A برگزار می شود. جنبش مهاجران مهنتی تاجیکستان سالهاست که در قلمرو فدراسیون روسیه فعالیت می برد. طول این فعالیتش همیشه در حل دشواری‌هایی که مهاجران دچار می‌شوند برای پیدا نمودن راه حل کوشش به خرج داده است. راهبر این جنبش کرامت شریپوف دعوت به عمل آورده میگوید هر شخصی که حس ملی دارد و در استخوان خود تاجیک بودن خود را حس می‌نماید نباید بی‌طرف باشد. امروزه خاموش بودن و بی‌طرفی باز هم وزنی‌ها را زیاد می‌نماید. رقم‌ها برای تماس با مسئولین جنبش عمومی روسیگی مهاجران مهنتی تاجیکستان 8495 506 4583 8926 852 2503 8909 636 0005 8925 381 85 55. وزارت مالیه تاجیکستان و نماینده بانک جهانی در امور انرژی در دوشنبه موضوع کمک مالی این نهاد به تعمیر و بازسازی نیروگاه برقی آبی نارک را مورد بررسی قرار دادند. با گزارش دفتر مطبوعاتی وزارت مالیه تاجیکستان در دیدار عبدالسلام قربانیان و رانجی میتلمک به طرح جامع تعمیر و بازسازی تجهیزاتی نیروگاه برقی آبی نارک و سهم مالی بانک جهانی در اجرا شدن این برنامه بحث و تبادل نظر شده است. بنا به اطلاع وزارت برای برنامه تعمیر و بازسازی تجهیزاتی نیروگاه برقی آبی نارک نیاز به 600 میلیون دلار وجود دارد که این موضوع در مذاکره با نمایندگان بانک جهانی، بانک رشد آسیا، بانک رشد اسلامی، بانک زیرساخت‌های آسیا و بانک رشد و بازسازی اروپا در حال بررسی میباشد. نیروگاه برقی آبی نارک با سدی 300 متر خش بزرگترین نیروگاه در منطقه آسیای مرکزی میباشد. این نیروگاه با 9 توربین از تولید بیش از 11 میلیارد کیلووات ساعت برق در سال برخوردار میباشد و در حال حاضر 70% از برق مورد نیاز تاجیکستان را تأمین میکند. اما قریب نصف نیروی برقی تولید کرده این نیروگاه برای کارخانه استحصال آلومینی تالکو مصرف می شود
که در صورتی به اهالی دادن تمام نیروی برق نارک، کمبودی نیروی برق در تاجیکستان از بین خواهد رفت. در شبکه‌های اجتماعی ساعتی پیش نوار ویدیویی پیدا شده است که گفته می شود از سرحد تاجیکستان و افغانستان نوار برداری شده است. مؤلف نوار نوشته است این را در تاجیکستان نشان نمی‌دهند. در سرحد افغانستان زد و خورد شدید ادامه دارد. هنوز یگان منبع رسمی از زد و خورد در سرحد گزارش نداده است و تا کجا این نوار به سرحد تاجیکستان بستگی دارد معلوم نیست. قبلا هم درباره چندین زد و خوردها خبرها نشر شده بودند که مقامات اول آن را انکار سپس به گونه دیگری تصدیق کردند. تفصیلات بیشتری خبرها را از سامانه پیامنت دریافت کنید.